سروک مسعود بارزانی پیشوازیا بالیوز نوی آلمانیا لعراق کر و دوی هفدیتنه ده سروک بارزانی گوت دریه هرما کردستان جبو کوچبر و پناباران وکریه و جبو آلیکاریا وانجی پیوستیا هرما کردستان با آلیکاریا آلمانیا و جواکا ناف دولتی هیا. لصلاح الدین دما سروک بارزانی پیشوازی لأول دیل بالیوز نوی آلمانیا لعراق کریه ده هفدیتنه ده کو خانم باربارا وولف کنسولا گشتی آلمانیا لهولره و جیگرا و سوین کراوسبی آمده بون بالوزی آلمانیا لعراق پیزانین خواه جبو آرامیا لحریم کردستان هیا دازانین و راگهاند ولات وان سپاسیا ویرو لحریم کردستان لسر وحواندنا کجبران دکه کو ارککی گرانه. بالوزی آلمانیا هروها راگهاند کو آلمانیا ده پشتیوانی کرنا حریم کردستان ده هروها کار و چالاکین لعراق و حریم کردستان ین دواره گشه پیدان و آرامی ده بردوام دبن. جالی خواه سروک بارزانی هیویا سرکفتن ده ارکو کارین بالوزی نو یه آلمانیا ده خواست. دوی درباره ده جی روشا کوچباران جی که هرما کردستان درگهین خواه جبو کوچباران وکریه و باباتن وحواندنا وان هاتن گفتگو کرن. هر ده جیوینی ده باندورا گوهارتن و پیشاتین سوریه لسر آرامی هرم و نافچای خستن بر بحثه و ماترسی و گفن تروریستن داعشه ین لسر پیشاروژا عراقی و نافچای بطایبتی پشتی کشتن بغدادی هاتن گنگشا کرن. جالی خواه ددم هفدیتنا اول دیل به سروک حکومت حریم کردستان مسرور بارزانی هر دو آلیان ده یک نیرین دبون لسر پیوسیا جواکا نافدولتی به آلیکاری حکومت حریم کردستان ببن جبر وحواندنا پنابران و روشا گشتی لنافچه یا خراب به طایبت پنابرین کو بر خوادانه حریم کردستانه. اجدما کو ایریشا ترکیه دست به کریه و بصد هزاران جشینین کرد و عربین روجاوای کردستان و روجهالات فراته در بدر و پنابر بونه زیادتری 10,000 کس له حریم کردستان بجیبونه.